گرفتم مثل منده دیگه نمیرم به تلو بسوختم در گرفتم مثل منده دیگه نمیرم به تلو کوشا خوردادم پرته دیگه نمیرم به تلو دیگه نمیرم به تلو بابا نمیرم بابا نمیرم بابا نمیرم به تلو بسوختم در گرفتم مثل خاشه کو قلم و کتابچه بسوختم در گرفتم مثل خاشه کو قلم و کتابچه رکبی تای تاخچه رکبی تای تاخچه دیگه نمیرم با باغچه دیگه نمیرم با باغچه بابا نمیرم بابا نمیرم بابا نمیرم با باغچه بسوختم در گرفتم مثل خاشه چیمه شکران خانم بسوختم بشی 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 چیه؟ وقت میگم برم برم فیلمی از من اینجا بگیره برد اینجا بشی شور کن بشی فیلمی بگیرم بگیر سر کن خوندنه بخونم باران باران زمین ها تر میشه باران باران زمین ها تر میشه غم نخور یاریم هوا بیتر میشه دانای باران بباریم آرومتر به گل زلف یاریم پرپر میشه دانای باران بباریم آرومتر به گل زلف یاریم پرپر میشه دلم در آرزویت میزنه پر کجا دارم خیال یار دیگر گر به سینه تو سوز پنهان داری کجا بینم کجا بینم زیبا دوباران داری چکار کنم؟ وقت میگم برای شماره بگیر و در سران لوله کش زنگ زنه که بیا خاطر لوله کامینی بند شده آشپزخونه؟ هم یک پیاله چای که ما بیارین دیگه بله سلام علیکم بله سلام علیکم منده نباشه ماما جان جور خیریت تیل هسته شکو ماما جان ما شما همه رو دیوال ولی شما چیزا شما تیار میکنیم همه تو بیاین تا کوچی سلام خیر بینیم کجا لولو؟ کوچی بی سرنوشت به کوچی بی سرنوشت؟ کوچی بی سرنوشت ها نام شما چیه؟ گیلک ولد ماما نوروز من میگم سلام پرسا کنیم شما میگم نه دیگه نام ولد بکار نیه دیگه من فقط تا نیم ساعت بعد بخیر میایم مدت 2 ساعتی دستموز دامه میشه برو الان من میام تا نیم ساعت بخیر میایم خداحافظ خداحافظ خدا شکر دارم خدا این 2 روز میشه بیکارم امروز مثلا که زنگ زد که بیا ماهواره من تیار کن من برم ماهواره که زیرم تیار کن موجو همین درس رو گیلک کدومه که مو؟ همینه؟ بله سعی کنی با سلام علیکم سلامت باشید. چیه جانجاره خیر خیریه زنده باشید. شکر زنده باشید بفرمایید. بیا ما دکمه ماهواره شما نصب کنم ماهواره؟ بله به درس کی آمدیم شما؟ درس رو گیله ما که ماهواره نداریم.
پس با دروغ من زنگ زدیم برو. آخه گیلک گفتم تو لوله کش زنگ زدی که بیا لوله پنج شدی با ماهواره ساز زنگ زده. شما مطمئنی؟ همین شماره از برای شما هست یا نه؟ ها گیلک شماره. همین گیلک یک ساعت پیش من زنگ زد گفت بیا که ماهواره ما نصب کنه برو. آخه ما ماهواره نداریم این گیلک چه ریت کارا میکنه؟ ما چی کردم کار تو صدا کن. چه یک درسم؟ بیا یا بسته کداره گیلک شما نی؟ ها همین یک ساعت پیش من نگفتی بیا ماهواره نصب کنه. ماهواره ما خرابه میبین تیار کنه. نه من ماهواره نگفتم. پس چی گفتی؟ من گفتم محمود ان زبون من نگشته گفتم که تلفنش من اونه بم روی دیوال نوشته. خب با روی دیوال نوشته یا روی درون نوشته؟ روی دیوال کجا روی دیوال نوشته؟ آخه به تو به خونه گفتن تو زنگ زدی که لوله خراب شده بیا لوله کش لوله رو کنه. تو به ماهواره ساز زنگ زدی که بیای ما ماهواره کجا آوردم؟ خود همین ما گفتم میام تیار میکنم. ما گفتم لوله تیار میکنم. چی میفهمید لوله؟ ما ماهواره و تو گفتم تیار میکنم. ماهواره و لوله یکی نیه. چیش باشه؟ اسما اینا. یکیه بخور. مردم مسخره میکنی؟ مسخره نه خب ما میگفتی که چرا شما رو خود برات اینجا گذاشتی؟ دیگه پانی و درد نمیخوره. این ماهواره و لوله از هم فرق نمیکنی. من چی میفهمید؟ لوله 2 ساعت دی پرجوری من میشه که من از خونه حرکت کردم میومدم برای خوب. حالا شما لوله رو وانه میکنی؟ چوب باش که اب نزه چوب باش. کاکا جو ماهواره تیار میکنم ماهواره خواب گوشا خواب کو که بشه که چی میگم. خب من چی میفهمیدم؟ مدل میگفتم برو بگو بیا لوله رو واکنه من لوله تو ماهواره نصب میکنی شما رو خود به هر جا میزنی. من چی میفهم که لوله و ماهواره یکیه؟ بخشش باشه دیگه ولو. لولا 2 ساعتی بدن که من میرم. 2 ساعت به چی بودم ماما جیگر؟ 2 ساعت به کرای پام که بیام اومدم. کاکا جیگر تو این پا به درد من مردم مسخره نکنه. نمیشه ماما تو 2 ساعت به کرای. ماما بله. چیکاره؟ البته تو رکشا یا دیزل تمام میدی که کرای تل سوختی. میشه من مزدور شما بود که رو بیام اومدم. خب میگویی ماما جو که من ماهواره نصب میکنم. اصلا ماما جو ما به صلاح عقل کمال نداریم ما تلویزیون داریم. عقل کمال نداریم بله. پس چرا به من زنگ زدی که بیا ماهواره تیار کن؟ بابا میگم بیا لوله تصاله بند شده بیا لوله رو کن تو بیا میگم ماما چرا سر تو میشه؟ نه ماما جیگر کاکا جیگر آجات چیزی نداره برو. من سادی 2 ساعت دی پا بدین که ما برم رد کار کنم. 2 ساعت ریپ ماما جو کارگر تو بشون کار میکنه 2 ساعت ریپ. مثل مزدور تو بگم زر رو بیام اومدم. استتر گپ زنی ماما خیر. استتر نداره کاکا. اصلا نمیشه. مردم مسخره نکنی. ماما جیگر اگه لولاش میخوام میشه به تو کارت شوی زنگ میزنه. تو شما میفهمید که ماهواره ساز لولا خرام میشه ماهواره زنگ میزنه کاکا مسخره امیر خوانی بدید یعنی که مال آدم سادی نمیفهمه ماهواره و لوله یکی یکیه. کانال چیزی میشه. حالا کومیت چیزیه نمیفهمه. برارمه اصلا سرکلی تو بهم 200 ریپ میارزه. راست میگی والا واقعا. اگه لوله وا میکنن لالا فقط 200 ریپ میبادن که ما برون لالا. فس نداره بیا یا کجا میری؟ مثل تو رنجی یا مثل من مسخریتونم بیا. من یک دایی که بره. چی؟ ولی که برای این نمیفهم ماما جو. حالا کن که بیام دیدم سر راه الاف شدی ماما جیگر. آنی هم پینجری په. این پینجری رنج در سر خو که باید 100 دی پشه کاکا. برو کاکا برای کار خو ما مسخره شما نیام اینجی. فقط ما مسخریتون میگی. کاکا جو که پینجری په نمی ببخشیم اشتباه شد. چی ببخشیم؟ به این کار ببخشیدن نیه لالای من مسخره شما نیام کاکا. از طرف ما معذرت بریم ماما جو نفهمیدی. بعد 100 دی په دلولو. پینجری په ماما جو اگه می مست باش نمی دیگه ندارم ماما جیگر. دیگه مسخره نکن مردمه. شما را خورم به هر جا نزنید. گپ مفت ندارم بسیار. مسخره کردن خوب.